شما چقدر در مورد سیاه‌چاله ها میدونین؟ اگه در یک سیاه‌چاله بیفتیم چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید یک روز در حال کاوش در فضا هستید و به دنبال سیاره جدیدی برای زندگی انسان‌ها هستید، اما با یک سیاه‌چاله مواجه میشوید. خب اولین کاری که میکنید محو اون میشید و تصمیم میگیرید بیشتر اونو بررسی کنید که آیا شانسی برای زنده موندن دارید؟ اگه برید توش چگونه میخواید بیرون بیاید؟ آیا طبق تئوری ها میانبر جدیدی برای جهانهای دیگه‌ای وجود داره؟ اینجا چی میشه اگه؟ و ما در این قسمت بررسی میکنیم که چی میشه اگه در یک سیاه‌چاله بیفتیم. سیاه‌چاله ها با وجود سیاه‌چاله بودن فضای خالی و تاریکی نیستن. انیشتین در نظریه نسبیت خود چگونگی تشکیل سیاه‌چاله ها رو پیش بینی کرده. وقتی یک ستاره پرجرم میمیرد، هسته باقی مانده کوچکتری را پشت سر میگذاره که اگه جرم هسته حداقل 3 برابر جرم خورشید ما باشه، گرانش بر تمام نیروهای دیگه غلبه میکنه و هسته را به سیاه‌چاله تبدیل میکنه. اما اجازه ندید نام شما رو فریب دهد. سیاه‌چاله اصلا یک چاله نیست، بلکه حجم عظیمی از ماده در یک فضای بسیار کوچیک است. به خورشید فکر کنید که میدان گرانشی آن 28 برابر قوی تر از زمینه. اگه قرار بود روی خورشید راه بریم، 28 برابر سنگین تر از وزن خود روی زمین خواهیم داشت. حالا تصور کنید که 4 خورشید رو در جایی به قطر 15 مایل فشرده کردیم، یعنی مسافتی که میتونیم در 30 دقیقه با رانندگی طیش کنیم. گرانش سیاه‌چاله اونقدر قویه که حتی نور هم نمیتونه از اون خارج بشه. به همین دلیل است که هرگز هیچی رو نخواهید دید. اما شما آیا چیزی راجع به انفجارهای پرتو گامایی چیزی شنیدید؟ این انفجارها که توسط استیون هاکینگ کشف شد، اکنون نام اون رو تشعشعات هاکینگ گذاشتن. خود استیون هاکینگ معتقد بود که سیاه‌چاله ها میتونن گذرگاهی به جهان دیگری باشن. بنابراین اگر قرار باشد در یک سیاه‌چاله گیر بیفتید، آیا خود را در یک بعد دیگه خواهید یافت؟ هر سیاه‌چاله یک افق رویداد دارد، یعنی نقطه‌ای که کشش گرانشی آن اونقدر قویه که نمیتوان از اون فرار کرد و به اون نقطه بی بازگشت میگن. اگر شما در این نقطه قرار بگیرید و نمیرید، میبینید که ستاره ها به دور یک دایره کامل از تاریکی میپیچن. همونطور که شما در حال کشیده شدن به سمت سیاه‌چاله هستید، با شتاب نیروهای گرانش سریع و سریعتر حرکت میکنید. خب این اولین خبر بد برای شما است. نیروهای گرانشی یک سیاه‌چاله بسیار بسیار قوی است. پاهایتان کشش گرانشی قوی تری نسبت به سر و بدنتون احساس میکنه و در پایان بدنتون از هم جدا میشه. و رایج ترین سیاه‌چاله های ستاره‌ای نامیده میشن. آنها میتوانند حدود 9 مایل عرض داشته باشند و به اندازه 20 خورشید سنگین تر باشند. اگر به سمت یک سیاه‌چاله ستاره‌ای کشیده شوید، حتی قبل از رسیدن به آن رویداد کاملا از هم جدا میشوید. اگر به این فکر میکنید که کجا میتونین یکی از این سیاه‌چاله ها رو پیدا کنید، لازم نیست خیلی دور رو بگردین. یکی درست در مرکز کهکشان راه شیری ما وجود داره. ولی صبر کنید، چمدون هاتون رو نبندید. خوشبختانه 165 میلیارد کیلومتر از ما فاصله داره که فعلا خطری ما رو تهدید نمیکنه و خورشید و سیاراتمون رو به سمت خودش نمیکشه. کسی که در بیرون از این سیاه‌چاله در حال تماشای شما هست، تصویر بسیار متفاوتی رو میبینه. همونطور که در یک سیاه‌چاله میافتید، اونها میبینن که سرعت شما کم میشه و شما کم نورتر و قرمزتر میشین و در پایان شما فقط یخ میزنید. در کل که در جهان هستی جهانهای زیادی با تاریخچه‌های متفاوتی وجود داره. هیچ کس تا به امروز به درون یک سیاه‌چاله سفر نکرده و فقط میتونیم ما انسان‌ها ماهیت وجود اون رو ثابت کنیم و اطلاعات زیادی راجع به درون سیاه‌چاله‌ها وجود نداره و در دسترس نداریم و تئوری‌های زیادی در این مورد وجود داره. اگر روزی در یک سیاه‌چاله بیفتیم، اصلا امکان داره نمیریم و سر از یک دنیای موازی دیگه در بیاریم که هیچ راه برگشتی به جهان خودمون وجود نداشته باشه. ولی اگه دوباره بتونیم راهی پیدا کنیم و به جهان خودمون برگردیم، آیا جرأت دارین دوباره این مکان رو کشف کنید؟ آیا به نظر شما درون سیاه‌چاله‌ها چی میتونه باشه؟ آیا واقعاً سیاه‌چاله‌ها دروازه‌های دیگری به جهان‌های موازی هستند؟ آیا سیاه‌چاله‌ها مکانی برای عبور آدم فضایی‌ها از دنیای خودشون به جهان ما هست؟ نظر شما چیه؟ برای ما کامنت کنید و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب